الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، الله تعالی را سپاسگزار هستیم که برای ما توفیق داد تا در برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های راهنمود سنت به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار داشته باشیم. بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه مستحضر هستید، بحث ما پیرامون موضوع بدعات اعتقادی هست. چنانچه در برنامه گذشته یا در برنامه‌های گذشته مفصلا در مورد یک بدعت بسیار مهم و اساسی که همانا توسل بود مفصل در موردش صحبت کردیم و انواع توسل را یکی به دنبال دیگری بیان نمودیم، توسل مشروع و هم توسل غیر مشروع. در این برنامه ان شاء الله که به توفیق خدای متعال جل جلاله می پردازیم به بحث تبرک. این هم موضوع بسیار مهمی هست که متاسفانه در میان عده‌ای از مسلمان ها وجود داره، البته همان تبرک غیر شرعی و تبرکی که ضد قرآن و ضد احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. بنابراین ما ناچار هستیم وقتی می خواهیم در مورد تبرک بدعی و شرکی صحبت بکنیم، بر ما لازم است که تبرک شرعی و تبرکی که مشروع هست در مرحله اول بدانیم و در موردش آشنایی پیدا بکنیم تا ان شاء الله به ترتیب با هم دیگر به سراغ تبرک شرکی و بدعی بپردازیم و تا عزیزان و بینندگان گرامی ما استفاده بکنند. بدون شک دین مقدس اسلام در یک سری چیزها و در یک سری انسانها برکتها و خیرهایی را گذاشته است. اول ما می خواهیم که معنای لغوی و معنای اصطلاحی تبرک را بدانیم تا اینکه برای بحث ما مفید باشد و عزیزان و بینندگان گرامی ما متوجه باشند که وقتی ما لفظ تبرک را استفاده می کنیم به چی معنا هست و هدف از تبرک یعنی چی. تبرک به معنای برکت جستن، به معنای طلب خیر کردن، این که انسان از چیزی و یا از کسی طلب خیر کند و امید خیر از او داشته باشد و با آن برکت بجوید و معتقد باشد که از این چیز برکت می آید یا از این شخص برکتی به وجود می آید و خیری به وجود می آید، این را می گویند تبرک. در لغت این معنا را می ده که تبرک به معنای برکت جستن و به معنای طلب خیر کردن. اما در اصطلاح شرعی تبرک به چی میگویند؟ تبرک به این است که انسان خواهان و طالب رسیدن به خیر باشه به گونه‌ای که الله جل جلاله در کتاب روشنگر خود و پیامبر صلی الله علیه و سلم در سنت خود آن را واضح کردند. این را میگویند تبرک شرعی. این را میگویند معنای اصطلاحی تبرک که چی هست؟ این که انسان طلب خیر بکند و خواسته باشد خودش را به خیر برساند توسط چی؟ توسط آیات روشنگر پروردگار، با آن گونه‌ای که الله واضح کرده در کتاب خود و به گونه‌ای که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما بیان کردند و در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم واضح شده. به این میگویند تبرک. اما در مورد این که مفهوم تبرک چی هست یا به شکل دیگر گسترده تر بگوییم که معنا و مفهوم واقعی تبرک چی هست یا برکت چی هست، چون تبرک به معنای طلب برکت کردن هست، ما میخواهیم که از دیدگاه قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم مفهوم برکت را بدانیم که مفهوم برکت چی هست. یکی از مفاهیمی که در قرآن عظیم الشأن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برای برکت
استفاده شده و در مورد آن گفته شده این است که برکت به معنای ثبات خیر و دوام خیر، به این میگویند برکت، که خیر مداوم باشه و ثابت باشه، به این میگویند برکت. و یا این که تعبیر دیگری که از آیات قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم برداشته میشه، این است که معنای برکت به معنای فراوانی و خیر زیاد شدن هست. فراوانی و خیر در چیز و در شی که زیاد بشه، به این میگویند برکت. مثلا الله تبارک و تعالی در عمر برکت بده، یعنی مداومت بده الله تعالی، و در عمر شما خیر بده، در عمر شما برکت بده. این را میگویند معنای یا مفهومی که در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به کار برده شده، برکت به همین معانی است. اما قبل از اینکه ما به بحث تبرک بپردازیم، خوب است که عزیزان و بینندگان گرامی ما یک نکته را متوجه باشند، و آن این که ما مسلمان ها به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک کسی که معتقد به قرآن هست، معتقد به دین هست، باید این را بدانیم که خیر تنها از جانب الله هست، برکت تنها از جانب الله سبحانه و تعالی است. فقط می تواند انسان خیر و برکت را از الله تعالی دریافت کند، چنانچه در آیات زیادی در قرآن عظیم الشان این موضوع مطرح شده و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان در این مورد فراوان است و زیاد است. اما ما به یکی از آیات قرآن عظیم الشان اشاره می کنیم. سوره مبارکه آل عمران آیت 26 الله تعالی می فرماید: قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. آنچه که مورد استناد ما هست از این آیه، همین بخش آیه هست که الله تعالی می فرماید بیدک الخیر. ما با عنوان یک مسلمان معتقد باید بر این باشیم که خیر تنها در دستان الله تعالی هست، تنها در قدرت و در قبضه الله هست و تنها از جانب الله هست. اگر الله تعالی نخواسته باشد که در چیزی خیری بگذارد، برکتی بگذارد، کسی دیگر نمیتواند در آن خیر و برکت بگذارد. فقط الله هست که در اشیا و در افراد خیر و برکت را میگذارد تا اینکه دیگران از این خیر و برکت استفاده بکنند و مفید واقع بشه بر آنها. حضرت علامه ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیر خود، تفسیر طبری، میفرماید که مراد از بیدک الخیر چی هست؟ میگوید مراد از بیدک الخیر اینه که تمام انواع خیر یا الله در دست توست. تمام انواع خیر از هر قسم و از هر گونه‌ای که باشه، یا الله تنها در دست توست. به این معناست و از طرف توست، هم در دست توست و هم از طرف توست یا الله. و احدی و هیچ کسی بر این برکت و بر این خیر و بر این نیکی که یا الله تو میخواهی در چیزی بنهی و تو میخواهی در برای کسی بدهی، کسی دیگر نمیتواند این خیر را، توانایی این را ندارد که به طرف خود جلب بکند یا اینکه این خیر را از خود دور بکند. به خاطر چی؟ چرا که الله سبحانه و تعالی خودش در اخیر این آیه مبارکه میگوید که انک علی کل شیء قدیر. برای ما دعا کردن را یاد میده. انک علی کل شیء قدیر. یا الله تو تنها بر هر چیز یا الله تو توانا هستی و قدرت داری و هیچ یک از بندگان و مخلوقات الله سبحانه و تعالی توانایی ای را ندارند که برای خودشان خیری را جلب بکنند. نمی توانند خیری را از کسی دور کنند یا خیری را برای خود یا برای دیگری جلب بکنند. فقط این در دستان الله هست، فقط و فقط الله تعالی هست و از جانب الله هست. الله جل جلاله به هر کس خواسته باشد خیر را میدهد و از هر کس خواسته باشد میگیرد. الله تعالی چنانچه خودش در این آیه مبارکه به ما تعلیم میده، هر کس که الله خواسته باشه ملک و پادشاهی و نبوت بده میده و از هر کس خواسته باشه میگیره و برای هر کس خواسته باشه نمیده.
این در دستان الله سبحانه و تعالی است. عزت و قدرت در دستان الله تعالی هست و از جانب الله متعال هست. خداوند خواسته باشه به کسی عزت میده و الله خواسته باشه از کسی عزت را دور میکنه، او را ذلت و خواری میده. بنابراین این در دستان الله تعالی هست و خیر و برکت و اینها همه در دستان الله و از جانب الله سبحانه و تعالی هست. این سخنی که ما از علامه ابن جریر طبری رحمه الله بیان کردیم در تفسیر طبری تحت همین آیه مبارکه، همین آیه که آیه 26 سوره مبارکه آل عمران که به خدمت شما بینندگان عزیز تلاوت شد، حضرت علامه ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیر خود این موضوع را مطرح میکنه. اما حالا میپردازیم به بحث تبرک، میرویم سر اصل موضوع. ما معنا و مفهوم و معنای اصطلاحی تبرک را دانستیم و دانستیم این که خیر و برکت تنها از جانب الله و در دستان الله سبحانه و تعالی هست. حالا ما میخواهیم که اقسام تبرک را بدانیم که تبرک دارای چه قسم می باشد. آیا همه اقسام تبرک خوب است و آیا همه اقسام تبرک رد است؟ این سوال است. نه خیر، این گونه نیست. بعضی از اقسام تبرک مشروع هست و شریعت مقدس اسلام با آنها مهر تایید زده و حتی بعضی از اینها واجب هست، بعضی از تبرکات واجب هست و به همین ترتیب بعضی دیگر از تبرکات که قسم دوم میتوان گفت تبرکاتی است که شرک است یا بدعت است که ما به هر کدام اینها ان شاء الله به طور مفصل و تا حد توان ما ان شاء الله تا حد توان کوشش خواهیم کرد که خلاصه تر به خدمت بینندگان عزیز این مطالب را بیان بکنیم تا اینکه بینندگان عزیز ما بهتر بتوانند برداشت صحیح از بحث را بکنند. تبرک مشروع چطور تبرکی هست؟ تبرکی که مشروع هست که شریعت اسلام با آن مهر تایید زده و آن را رد نکرده است. این تبرک دارای شاخه ها و دارای اقسام و انواعی هست. اولین قسم از این نوع تبرک به ذکر و یاد الله تعالی و تلاوت قرآن کریم هست. انسان می تواند توسط ذکر و یاد الله تعالی تبرک بجوید. یعنی چی؟ یعنی این که انسان می تواند توسط ذکر باری تعالی و الله سبحانه و تعالی برای خود خیری را جلب بکند، خیر دنیوی و خیر اخروی که ما به هر کدام اینها خواهیم پرداخت ان شاء الله. که ذکر الله تعالی و تلاوت قرآن عظیم الشان یک سری منافع دنیوی دارد که به درد انسان در دنیا میخورد و یک سری منافع اخروی دارد که به درد آخرت انسان میخورد و انسان را سرانجام خوشبخت دنیا و آخرت میکند. این ذکر به چی معنا هست؟ ذکر آنگونه ای که علامه ابن قیم رحمه الله میفرماید که ذکر به دو قسم است. ذکر را به دو دسته تقسیم میکند. میگوید قسم اول این است که انسان یاد آوری بکنه. متوجه باشیم که ذکر به معنای یاد آوری و به معنای یاد کردن. ذکر یاد آوری کردن اسما و صفات الهی، قسم اول اسما و صفات الهی و حمد و ثنای الله تعالی به وسیله این صفات. این نوع قسم که قسم اول از ذکر پروردگار سبحانه و تعالی هست، مثلا انسان ثنای الله تعالی، حمد پروردگار سبحانه و تعالی را به وسیله اسما و صفات میکنه. ما در احادیث از این موارد زیاد داریم، از جمله مثلا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این نوع از همین ذکر هست. و یا اینکه انسان ذکر اسما و صفات باری تعالی توسط اسما و صفات الله میکنه به گونه ای که انسان از صفات و از
اسمای الله تعالی احکام آنها را برای مردم خبر میده. به چی معنا؟ به این معنا که مثلا میگه الله سبحانه و تعالی مهربان است، الله سبحانه و تعالی همه بندگان خود را میبیند، الله تعالی آنچه که بندگان بگویند میشنود. این هم نوع ذکر است، این هم نوع یادآوری صفات و اسمای پروردگار سبحانه و تعالی در قالب احکام آنهاست. و همچنین قسم دیگر یا قسم دومی که علامه ابن قیم رحمه الله در این مورد بیان می کند این است که انسان الله تعالی را با اوامر و نواهی او یاد بکنه. به چی معنا؟ به این معنا که الله تعالی جل جلاله را انسان به وسیله بیان نمودن حلالها و حرامها بیان بکنه. این هم نوع ذکر پروردگار هست. الله جل جلاله این گونه گفته، الله تبارک و تعالی برای ما این گونه دستور داده. این نوع از انواع ذکر هست که انسان برای مردم بیان میکنه که این نوع مثلا الله تعالی این را حلال گفته، مثلا الله جل جلاله این را حرام گفته. این انواع ذکر هست و این ذکر دارای خیر و برکاتی هست که انشاءالله این خیر و برکات را به خدمت بینندگان عزیز بعد از میان برنامه انشاءالله بیان خواهیم کرد. حالا با هم دیگر میان برنامه میگیریم و بعد از میان برنامه در ادامه برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار خواهم گرفت. وصال حق، منبر توحید و حقیقت. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. این است الله پروردگار راستین شما، بنابراین پس از حق چیزی جز گمراهی و ضلالت وجود ندارد. پس چگونه از حق روی گردان می شوید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در ادامه برنامه به خدمت شما عزیزان هستیم. بله، در مورد ذکر صحبت می کردیم که ذکر به چی معنا هست و همچنان دو قسم از اقسام ذکر که علامه ابن قیم رحمه الله به آن اشاره کرده بودند به خدمت بینندگان عزیز بیان کردم. اما قبل از این که به فواید ذکر بپردازیم اجازه بدهید که یک نوع دیگر از انواع ذکر را به صورت گسترده تر به خدمت بینندگان عزیز بیان بکنم تا اینکه بینندگان عزیز بدانند که مراد از ذکر چی هست. بله، نوع دیگری هم این ذکر دارد، از جمله این که مثلا در دین مقدس اسلام و در سنت پیامبر علیه السلام برای ما یاد داده شده که شما بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم. خود این بسم الله الرحمن الرحیم در اول کارها، مثلا در اقوال و کارها که در واقع حکمتش در اینه که برای انسان جلب خیر میکنه، جلب برکت میکنه و دفع مفاسد میکنه به فضل پروردگار سبحانه و تعالی. مثلا مانند بسم الله گفتن هنگام وضو، هنگام غسل، هنگام تیمم، حتی هنگام جماع، اینها خیر و برکت به وجود میاره. این بسم الله الرحمن الرحیم ها خیر و برکت در زندگی انسان به وجود میارد. اینها تبرک میشه. یعنی چی؟ یعنی انسان توسط بسم الله الرحمن الرحیم برای خود طلب خیر میکنه، طلب خوبی میکنه. یا صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا به تعبیر دیگر درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای انسان طلب خیر میکنه. در حقیقت میتوان گفت که انسان میتواند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنان که خودشان ترغیب کردند انسان درود بفرستد تا این که طلب خیر شود، طلب خوبی شود برای انسان.
چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت می کند، پیامبر علیه السلام می فرمایند من صلی علی صلاة صلی الله علیه عشرا، هر کسی که بر من یک درود بفرستد الله تعالی بر او 10 درود میفرستد. ما بر پیامبر علیه السلام یک درود میفرستیم، طلب خیر میکنیم، الله سبحانه و تعالی برای ما 10 درود و 10 رحمت را الله جل جلاله برای ما میفرستد و پروردگار سبحانه و تعالی خیر و برکت را شامل حال ما میگرداند. توسط چی؟ توسط این که ما درود برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرستیم. این حدیث در صحیح مسلم آمده، حدیث شماره 408. و همچنان نوع دیگر از انواع ذکر این است که انسان توسط دعا رابطه خود را با الله سبحانه و تعالی برقرار میکنه. وقتی انسان دعا میکنه در واقع طلب خیر میکنه از الله جل جلاله. پس بنابراین این هم دعا هم نوعی از انواع ذکر هست و که در واقع می شود گفت که رابطه محکمی در میان ذکر و دعا وجود داره که انسان را به الله سبحانه و تعالی نزدیک میکنه و باعث بری میشه که برای انسان خیر و برکت فرستاده بشه و خیر و برکت برای انسان جلب بشه. خب یک سری خیر و برکاتی برای کسی که ذکر الله تبارک و تعالی را میکنه و یاد الله تبارک و تعالی را میکنه با آنگونه‌ای که در شریعت آمده، با آنگونه‌ای که دین مقدس اسلام با آن اشاره کرده، نه با گونه‌ای که ذکر بکنه به گونه‌ای که بدعت باشه یا به گونه‌ای که در شریعت چیزی در موردش گفته نشده باشه. دعا بکنه و درود بفرسته بر پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن گونه‌ای که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم یا به تعبیر گسترده‌تر در شریعت مقدس اسلام آماده باشه، چیزی از پیش خود نساخته باشه، بدعت تراشی نکرده باشه که خواسته باشه توسط بدعت خودش را به الله سبحانه و تعالی نزدیک بکنه. در این مورد که خیر و برکات فراوان انسان توسط ذکر میتواند جلب بکند، اولین برکت و اولین خیری که در واقع انسان میتواند بگوید که برای انسان ذاکر در دنیا به وجود می آید اینه که الله سبحانه و تعالی برای او آرامش میدهد. انسان ذاکر آرامش دارد. الله جل جلاله خودش در قرآن عظیم الشأن بیان می کند که الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. سوره رعد آیه 28 الله متعال می فرماید آن کسانی که ایمان می آورند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می کند. و متوجه باشید الله می گوید که الا بذکر الله تطمئن القلوب، قلبها با ذکر پروردگار و با یاد الله تعالی آرامش پیدا می کند. قلبها توسط ذکر و یاد الله سبحانه و تعالی آرامش پیدا می کند و انسان آرام می شود. توسط چی؟ توسط ذکر باری تعالی، توسط یاد آوری الله تعالی با آنگونه‌ای که ما در قبلا به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی بیان کردیم. و همچنان این ذکر برای انسان آرامش خاطر می دهد، آرامش قلبی برای انسان می دهد. جای تعجب است. اجازه دهید که در اینجا یک اشاره‌ای بکنم برای این معضل خطرناک. اکثرا و غالبا در شبکه‌های متاسفانه ماهواره‌ای یا داخلی در کشورهای اسلامی به خصوص میان فارسی زبانهای ما این گونه سخنها گفته می شود که موسیقی آرامش روح است، برای انسان آرامش روح می دهد، ولی پروردگار می گوید ذکر من به شما آرامش می دهد. جوان عزیز، برادر و خواهر گرامی ام، مواظب باش که شیطان فریبت ندهد، مواظب باش که انسانهای شیطان صفت فریبت ندهند. الله تعالی می گوید که شما با ذکر من آرامش برای خود
بگیرید. قلبهای شما توسط ذکر من آرامش میگیرد. ای انسان مؤمن، قلب توی مؤمن باید با ذکر و یاد الله متعال آرامش بگیرد، نه با موسیقی، نه با گناه و معصیت. اگر دیدی که قلب تو با گناه آرامش گرفت، در ایمان خود تجدید نظر بکن، چون در ایمان تو ضعف و خلل ایجاد شده. و الا انسان مؤمن با یاد الله تعالی آرامش پیدا می کند. این یکی از خوبی ها و فوائدی است که ذکر در دنیا برای انسان می دهد. انسان ذاکر آرامش قلبی و آرامش خاطر دارد. الله تعالی برای او آرامش قلبی داده، آرامشی داده که اصلا قابل وصف نیست. این در واقع فایده است از فواید دنیوی ذکر که به همین بسنده میکنیم. و ان شاء الله فواید دیگری که ذکر داره در آخرت به خدمت بینندگان عزیز در برنامه‌های بعدی و در برنامه بعد ان شاء الله بیان خواهیم کرد. حالا چون وقت برنامه ما تمام شده، همه شما را به الله تعالی میسپارم تا برنامه بعد. الله جل جلاله یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.